دوستان هستم، یه گیم پلی هستم. اومدیم با هم دیگه بازی. حالا بازی نه، این دفعه بازی نمی کنیم. این دفعه اومدیم ویدیو بذاریم. هر روز ویدیو میذاریم. این دفعه اومدیم یعنی بازی نمی کنیم دیگه. اومدیم چند تا حرف هم بزنیم. دوستان من چند تا سوال ازتون میپرسم، جوابمو حتما بدید. اوکی دوستان، این چند تا سوال اگه همه‌شون درست گفتین بهتون 10,000 تا CP میدم. هر چقدر بخوای به CP میدم اگه بتونی همه‌شو درست گفتی. اگه درست نگفتی لایک و سابسکرایب بزن تا چیز دیگه، تا یک ویدیو دیگه بذارم. تا سابسکرایب لایک نکنید من ویدیو نمیذارم. بعد لایک سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی رو بذارم تا شما درست بگین دوباره جایزه 10,000 CP بشین. دوستان اول سوال اینه که اگه گفتین بچه 6 تا ساله همه اینا رو درست گفتین، میخوام کلا توی این یه ماه آبانه 7-9 آبانه فکر کنم 9 آبانه بچه ها میگه اگه چی شد این ماه میخوام 6 تا ویدیو بذارم. هر 6 تا یک نفر درست گفت، هر 6 تا 5 نفر. آقا ول کن آقا، اینا اینجا خراب گفتم نفهمیدید. نگاه، اگه من 6 تا ویدیو تو این یک ماه میذارم، اگه 5 نفر تو کامنت درست گفتن من شانس انتخاب میکنم، مثلا 5 نفرشونو آیدیشونو تو یوتیوب میذارم و آپارات. بعد آیدیشونو بدیم باش CP بزنم. اول سوال اینه که من گوشیم چیه؟ هر کی حد زد آسون ترین چیز من گوشیم چیه؟ از این لپتاپ نگاه نکنین، این لپتاپه. من الان گوشی دارم فیلم میگم. گوشیم چیه؟ تو کامنت بنویس. ها بعد اینم که خیلی آسونه، از لهجه میتونین متوجه بشین بچه کجا. این همه جایزه CP هم 6 تا درست گفتی. بعد یک چیز باور نکردنیه که حالا امروز غذا چی خوردن؟ نه سخته. غذا مورد علاقم چیه؟ آره این بهتره. غذا مورد علاقم چیه؟ 3 تا شد. آره 3 تا شد. بعد اینه که من درس خونم یا نیستم. این قیافم مشخصه. آقا 4 2 تا دیگه مونده. بعدی رو چی بگم؟ اگه همش 8 رو درست گفتی یک جایزه خیلی بزرگی داره. بعدش اینه که من عاشق چه پرنده ایم؟ عروسالندی نیست، خزنده است. نه خزنده هم نیست، یعنی عاشق چه حیوانی ام؟ بچه عروسالندی نیست. الان در صداش میاد بنو دهنه تو. حالا این 5 یعنی عروسالندی نیست، بقیه حیوان ها هستن. بعد بگین 5 و آخریش یه چیز عجیبیه. من متولد چه ماهیم؟ اگه همشو درست گفتی من 10,000 تا CP میزنم. خدافظ. اگه درست گفتی حتما آیدی تو بگده. فقط توی میلیاردها جهان، یعنی میلیاردها نفر تو دنیا، 5 نفرشون بهشون CP میدن، میشه 50,000 CP. پس به همه 50,000 تا CP نمیدم، مثلا یعنی میشه 5 میلیون باید خرج کنی. نگاه، اگه همه اینا درست گفتی بهت میدم 10,000 تا. خدافظ. قول میدم اشتباه میگی.